در این ویدیو میخوام در مورد میراندا باربور حرف بزنم که از سنین خیلی کم درگیر زندگی و مشکلات میشه و یه سری اتفاقای خیلی عجیب و وحشتناک تو زندگیش میفته که کلاً مسیر زندگیشو عوض میکنه. در ضمن باید بهتون بگم که میراندا خیلی آدم دروغگو و توجه طلبی هم هست. سلام به همه، امیدوارم حالتون عالی باشه. اگر به این دست محتوا علاقه دارین خوشحال میشم چنل منو ساب کنید، زنگوله کنارش رو فعال کنید. اگر ویدیو رو دوست داشتید لایک کنید و تا آخر این ویدیو همراه من باشید. میراندا باربور تو 14 دسامبر سال 1994 در آلاسکا قطب شمال متولد شد. اون یه خواهر بزرگتر به اسم اشلی داشت. تو 2 سالگی مشخص میشه که دیسپلاژی رشدی داره که یه نوع ناهنجاری مادرزادیه و سر استخوان‌های ران به شکلی که باید کنار استخوان‌های لگن قرار نگرفته. برای همین مجبور میشه برای اینکه این مشکلش بهبود پیدا کنه از بریس روی پا و باسنش استفاده کنه تا 4 سالگی و خب چون زود فهمیدن مشکلش حل میشه. تو همون زمانا عموی میراندا یعنی ریچارد به اونجا نقل مکان میکنه و با خواهر مادر میراندا یعنی خاله میراندا ازدواج میکنه. اونا صاحب یه دختر میشن و میراندا و اشلی خیلی میرفتن خونه خالشون، چون هم خونه خالشون بوده هم خونه عموشون بوده، هم یه بچه کوچیک داشتن میرفتن با اون بازی میکردن. اینم باید بهتون بگم که این 2 خواهر مورد اذیت و آزار وحشتناک عموشون قرار میگرفتن. برای یه مدت طولانی توسط عموشون مورد تجاوز قرار میگرفتن و از ترس تهدیدهای عموشون چیزی به کسی نمیگفتن، تا اینکه در نهایت اشلی میره به مامانش این قضیه رو میگه. واقعا اینجور آدما کلمه مریض جنسی هم به نظرم براشون کمه. آخه با یه بچه همچین کاری آدم باید بکنه؟ تجاوز برای یه آدم بزرگم خیلی موضوع وحشتناکیه، چه برسه به یه بچه که اصلا معنی این کلمه رو نمیدونه. مامانش بعد اینکه این قضیه رو میفهمه مستقیم میره پیش پلیس و همه چی رو میگه. پلیس تحقیقاتش رو شروع میکنه، میرن خونه عمو ریچارد، اونجا رو بررسی میکنن و تو بررسیاشون یه دفترچه پیدا میکنن که خود عمو ریچارد نوشته بود. یه سری توضیحات در مورد روش‌هایی که میشد با کودکان رابطه جنسی برقرار کرد. احتمالاً هم همون روشایی بوده که روی میراندا و اشلی انجام میداده. اینم باید بهتون بگم که خودش هم یه دختر داشت، حالا نمیدونم از اونم سوء استفاده کرده بود یا نه. یعنی کارایی که عموشون میکرد تو پورنهاب هم قفله. در نهایت عموشون دستگیر میشه، میره زندان، ولی خب 10 سال بعد به صورت مشروط میاد بیرون. به خاطر نقض آزادی مشروطش دوباره میگیرنش، برش میگردونن زندان و هنوز که هنوزه تو زندانه و امیدوارم تا آخر عمر تو زندان بمونه. و خب حدس میزنید که این سوء استفاده ها چه تأثیری میتونه تو آینده این 2 بچه داشته باشه. اینم باید بهتون بگم که مامان میراندا و اشلی یعنی الیزابت خودش هم مورد تجاوز قرار گرفته بود و دوست نداشت هیچ وقت این اتفاق برای دختراش بیفته. از ترس همین موضوع هیچ وقت دختراشو پیش هیچکی نمیذاشت، یعنی نمیذاشت بره خونه دوست، فامیل، آشنا، هیچ جا اینا رو نمیذاشت برن بمونن. فقط خونه خواهرش، چون به خواهرش خیلی اعتماد داشت. شوهر خواهرش هم عموی بچه‌ها بود و خب به نظرش باید اعتماد میکرد چون نزدیکترین کساش بودن تو زندگی، ولی از همون چیزی که همیشه میترسید بالاخره سرش اومد. بعد این قضیه خانواده میراندا از اون منطقه نقل مکان میکنن، میرن یه منطقه دیگه تا یه شروع جدید داشته باشن. خارجی از این کارا زیاد میکنن، حالا نمیدونم چرا. خب بعد اینکه از اونجا میرن، میراندا و اشلی میرن مدرسه و به نظر که همه چی داره خوب پیش میره. ولی خب در واقع میراندا اصلا نمیتونست این قضیه رو فراموش کنه. همیشه داشت با این مشکل دست و پنجه نرم میکرد و از 12 سالگی همه چی عوض میشه.
وقتی میراندا 12 سالش میشه شروع میکنه از خونه فرار کردن. جزئیات دقیق از این فرارا در دست نیست، فقط یه سری حرفاست که میراندا خودش بعدها میگه اولین باری که از خونه فرار کرده با یه مرد 25 ساله به اسم فارست آشنا شده که رهبر یه فرقه شیطانی بوده و بعد اینکه چند روز بعد فرارش برمیگرده خونه میره به مامانش همه چی رو در این باره میگه و میگه که از این به بعد اون مالک میرانداست. نمیتونم اطلاعات بیشتری در مورد این فرقه بهتون بدم چون واقعا هیچ وقت ثابت نشده که این فرقه در واقع اصلا وجود داشت یا نه. حرفاییه که میراندا و خانواده‌اش سالها بعد گفتن و اصلا آدمی به اسم فارست هیچ وقت پیدا نشد. میگم فقط حرفاییه که میراندا گفته بود و خب معلوم نیستش که واقعا اصلا میراندا داشت راست میگفت یا نه، چون میگم آدم دروغگویی بود، توجه طلب بود، ولی خب خودش میگفت که اینجوری بوده، خانواده‌اش هم تایید میکردن یه چیزایی رو. هر وقت هم فرار میکرد چند روز بعد دوباره برمیگشت خونه. از وقتی به این فرقه میپیونده شروع میکنه الکل خوردن، مواد میزنه، رفتاراش خشونت‌آمیز میشه، در نهایت از مدرسه هم تعلیق میشه. اصلا دوست نداره تو جمع قرار بگیره، از همه فراریه، حتی چندین بار خودکشی هم میکنه و خب در نتیجه خانواده‌اش متوجه میشن که شاید سلامت روانش مشکل داره. برای همین برنش به یه مرکز مراقبت و اونجا تشخیص داده میشه که میراندا افسردگی داره، 2 قطبیه و اسکیزوفرنی داره. یه مدت اونجا میمونه و همین که میگن حالش یکم بهتر شده، وقتی حدوداً 13 سالش میشه از اون مرکز میاد بیرون. تو همون تایما مامان بابای میراندا از همدیگه جدا میشن. باباش یه تایم بعد میره تگزاس و مامانش بعد اینکه جدا میشه همیشه خدا مسته، با مردای زیادی میره تو رابطه، اصلا هم حواسش به اشلی و میراندا نیست. میراندا اونجا خیلی احساس تنهایی میکنه. تو همون تایما میراندا یکی از اعضای عالی رتبه همون فرقه شیطانیشون میشه، با مردای خیلی زیادی هم همخواب میشه و در نتیجه تو همون 13-14 سالگی یه بار حامله میشه. وقتی فارست اینو میفهمه میگه که باید بچه رو سقط کنی و میراندا میگه این سقط رو تو خونه انجام داده، خیلی سقط بد و سختی هم داشته. برای بار دوم میراندا تو 17 سالگی حامله میشه و این بار نمیخواد بچه‌ش رو سقط کنه و علیرغم حرفای فارست میخواد بچه رو نگه داره. برای همین با فارست حرف میزنه، راضیش میکنه، ولی خب نمیدونه بابای بچه کیه، چون با مردای زیادی میگم تو رابطه بوده. فارست چون با فارست هم تو رابطه بوده فکر میکنه بچه اونه. میراندا برای اینکه بچه رو از دست نده میگه آره بچه توئه، ولی خب در واقع تا به امروز مشخص نشده که بابای بچه کیه. میراندا تو اون زمانا داشت با مامانش زندگی میکرد. گفتم مثلا فرار میکرد میرفت، با چند روز بعد برمیگشت. فکر کنین یه سری برگشته به مامانش گفته من حاملم، مامانش هم گفته اوکی. اصلا نپرسیده از کی دوست پسر داری، برای چی حامله شدی، هیچی، اصلا براش مهم نبوده. ولی خب تو خانواده ایرانی جرأت دارین برین بگین من دوست پسر دارم، پارتون میکنه. به نظر میراندا مامانش نمیتونسته از خودش مراقبت کنه، چه برسه به این دوتا. برای همین تصمیم میگیره یه نامه بنویسه برای دکتر فیل. حالا دکتر فیل کیه؟ دکتر فیلیپ کالوین مکگرو که دکترای روانشناسی بالینی داشته، یه شخصیت تلویزیونی و نویسنده امریکاییه که بیشتر برای برنامه تلویزیونی دکتر فیل شناخته میشه. برای همین اصلا بهش گفتن دکتر فیل. توی برنامه تلویزیونی میزبانه. میراندا میاد یه نامه برای دکتر فیل مینویسه. حالا نامه خیلی بلند بالاست، نمیخوام همشو بهتون بگم، ولی خب قسمت مهمش اینه که میاد میگه که مامان بابای من تازه از هم دیگه جدا شدن و بعد اینکه جدا شدن هیچ کدوم به ما توجه نمیکنن و میگه مامانم همیشه خدا مسته، با مرد زیادی تو رابطه است، اصلا به ما توجه نداره و میگه ما میخوایم کمکش کنیم، ولی خب اون قبول نمیکنه، نمیخواد ما بهش کمک کنیم و میگه شما لطفاً بهمون کمک کنید. دکتر فیل هیچ وقت به نامه میراندا جواب نمیده و یه تایمی که میگذره مامانش اونو میفرسته به کارولینای شمالی پیش عموش آرلین و همسرش لاریا. شاید هم میخواسته از دستش خلاص بشه، یعنی اصلا درس نمیگرفته که یه بار برای دختراش همچین اتفاقی افتاده. بعد اینکه میراندا میره به کارولینای شمالی با یه پسر به اسم الیت آشنا میشه. تو سال 2011 که میراندا 17 سالشه میره کارولینای شمالی و گفتم با الیت که 3 سال ازش بزرگتره آشنا میشه. الیت تنها پسر یه خانواده مذهبیه و وقتی اولین بار این دوتا همدیگر رو میبینن الیت با یه خانم تو رابطه است
هست اسم خانم امیه. خانم تو اون تایم از الیت بارداره. میراندا اونجا حامل است. هر دوتاشون یعنی حامله بودن و خب الیت کم و بیش با میراندا هم در ارتباط بود. امی و میراندا هر دوتاشون تو فاصله کمی از همدیگه زایمان میکنن. هر دوتاشون هم دختر به دنیا میارن. الیت خیلی آدم خشنی بود، همیشه مشروب میخورد، ماریجوانا میکشید، مدام با امی بحث میکرد و خب همین بحث و دعواشون در نهایت باعث میشه که رابطهشون کات بشه. بعد اینکه رابطهشون تموم میشه الیت میره سمت میراندا. گفتم کم و بیش با هم در ارتباط بودن و بعد اینکه از امی جدا میشه رابطهش رو با میراندا جدی میکنه. الیت هم انگار از حرفای میراندا در مورد اون فرقه شیطانیشون خوشش میاد، دلش میخواد وارد اون دنیای شیطان پرستی که میراندا میگه بشه. اینم بگم که اونا از رابطه جنسی غیرعادی خوششون میومد و دوست داشتن که کارهای عجیب غریب تو سکسشون انجام بدن. تقریبا یه سال بعد اینکه رابطهشون جدی میشه با هم دیگه فرار میکنن و تو اکتبر سال 2013 با هم دیگه ازدواج میکنن. بعد اینکه ازدواج میکنن برمیگردن کارولینای شمالی و تصمیم میگیرن از اونجا نقل مکان کنن. بچه میراندا رو برمیدارن، ستایی میرن پنسیلوانیا. تو نوامبر سال 2013 میرن پنسیلوانیا، ولی خب جایی رو نداشتن که زندگی کنن. میرن خونه یکی از دوستاشون و تصمیم میگیرن یه مدت با اون زندگی کنن. پولم نداشتن، هر دوتاشون بیکار بودن، شدیداً هم به پول احتیاج داشتن و این زمانیه که میراندا میاد یه آگهی تو کریگزلیست میده که در قبال همراهی پول دریافت میکنه. کریگزلیست یه وبسایت برای استخدام، انجام خدمات، خرید و اینجور چیزا و ظاهرا این اولین باری نبوده که میراندا این کارو میکرده. قبلا هم که تو کارولینای شمالی زندگی میکرده هر وقت که پول کم میورده و نیاز مالی داشته میمده یه آگهی میداده و در قبال سکس پول میگرفته. وقتی این کارو میکنه الیت هم هیچی بهش نمیگه، اصلا انگار با این کار میراندا مشکلی نداره. میراندا یه سری پیام از چند تا مرد اول دریافت میکنه ولی خب سر قیمت به توافق نمیرسن یا اینکه خیلی شلن، صفر نیستن که میراندا مطمئنه که نمیخوان بیان. در نهایت از یه مرد به اسم تروی لافریرا یه پیام دریافت میکنه. تروی تو اون سال 42 سالش بود، به عنوان مهندس داشت کار میکرد، در سامبره پنسیلوانیا زندگی میکرد و تقریبا 2 سال بود که ازدواج کرده بود. بقیه از تروی به عنوان یه آدم خیلی مهربون و دوست داشتنی یاد میکنن. ولی باید بهتون بگم که تروی یه زندگی دوگانه داشته و سالها بوده که تو سایت‌های مختلف دنبال خانوم برای رابطه گشته. خب اگه دنبال این رابطه هایی ازدواج نکن. اگر ازدواج کردی این قضیه ها رو بذار کنار دیگه. تروی آدمی بوده که هم خر رو میخواسته هم خرما. حالا نمیخوام بگم کارش درست بوده یا غلط قضاوتش کنم یا بگم حقش بوده این بلایی که سرش اومده. کارش به نظر من که درست نبوده، حالا نظر شخصیه. میراندا و تروی در نهایت با همدیگه قرار میذارن، سر $100 هم با همدیگه توافق میکنن و چیزی که اونجا تروی نمیدونست این بود که میراندا و الیت قصد داشتن رو بکشن. حالا اصلا براشون مهم نبود تروی باشه اون آدم یا یه آدم دیگه، فقط قصدشون کشتن یه آدم بود، چون قبلا با هم دیگه حرف زده بودن در مورد فانتزیاشون و خب هر دوتاشون دوست داشتن که یه آدم رو بکشن و حالا که این فرصت دست داده بود میخواستن ازش استفاده کنن. تروی هم اونجا فکر میکنه فقط قراره بره سر قرار میراندا رو ببینه و اصلا هیچ فکر دیگه ای نمیکنه، چون قبلا خیلی این کارو کرده بود. اونا توی پارکینگ قرار میذارن و تو 11 نوامبر سال 2013 میرن سر قرار. تروی میراندا رو تو پارکینگ تو ماشین میبینه، میره سوار ماشین میشه و اونا قرار بود که 6 مایل رانندگی کنن برسن به خونه دوم تروی، جایی که قرار بود کار اداریشون رو اونجا انجام بدن. یعنی تروی انقدر براش اینجور چیزا مهم بوده که فکر کنید یه خونه دیگه هم داشته. چقدر به چیزش اهمیت میداده اینم توجه کنید. چیزی که نمیدونست این بود که الیت پشت ماشین زیر یه پتو مخفی شده. فکر میکنه خودش و میراندا فقط تو ماشینن، شروع میکنه باهاش حرف زدن و حالا نمیدونم میراندا چرا بهش دروغ میگفته. نمیدونم، اصلا به نظر من لازم نیست، ولی خب در مورد همه چی به تروی دروغ میگه، حتی در مورد سنش، و به تروی میگه که 16 سالشه. میراندا و الیت یه اسم رمز داشتن، اونم این بود که آیا امشب
امشب ستاره ها رو دیدی؟ یکم که میرن جلوتر میراندا یه جا اسم رمز رو تکرار میکنه ولی خب میبینه الیت هیچ حرکتی نمیکنه. حالا یا نشنیده یا فکر دیگه ای داشته و همینجوری میراندا رانندگی میکنه. تقریبا رسیدن نزدیک خونه تروی که دوباره اینو تکرار میکنه و اونجا الیت با کابلی که تو دستشه از زیر پتو میاد بیرون، اونو میندازه دور گردن تروی که تو صندلی جلوی ماشین نشسته. میراندا ماشینو میزنه کنار و با یه چاقویی که دم دستشه به تروی ضربه میزنه. تروی هم خب میخواد از دستشون فرار کنه، در ماشین رو باز میکنه با اینکه 2 نفری بهش حمله کردن، پاشو میذاره بیرون و میراندا اونجا فریاد میکشه، به الیت میگه که پاشو درو ببند. چون وقتی تروی درو باز کرده بود چراغ ماشین روشن شده بود و خب اونا کنار یه جاده زده بودن کنار. درسته جاده خلوت بود ولی ممکن بود یه ماشینی از تو جاده رد بشه و چون داخل ماشین اونا روشنه داخل رو ببینه. الیت از ماشین پیاده میشه، درو میبنده و در حالی که همه این اتفاقات داره میفته میراندا با چاقو فقط به تروی ضربه میزنه. در نهایت به تروی 20 تا ضربه میزنه با چاقو. تروی هم خونریزی داشت و گفتم که با اون کابلم الیت داشت خفش میکرد، دیگه جونی نداشت که فرار کنه، تقریبا بیهوش میشه. الیت و میراندا بعد اینکه کارشون تموم میشه میخوان از دست جسد خلاص بشن. میرن چند تا بلوک بالاتر داخل یک کوچه خلوت، جسد تروی رو میندازن از ماشین بیرون، کیف پولش رو برمیدارن و از اونجا میرن. ولی خب اینم باید بهتون بگم که حد زده میشه تروی اونجا زنده بوده و اگر زودتر پیداش میکردن شاید اصلا از این حمله جون سالم به در میبرد. بعد اینکه میراندا و الیت از اونجا میرن یه سری وسایل نظافتی میخرن چون صندلی ماشین و کلا داخل ماشین پر خون بود. بعد اینکه ماشین رو تمیز میکنن تصمیم میگیرن برن یکم به خودشون برسن چون اون روز تولد الیت هم بود. میرن با هم به یه فست فودی غذا میخورن، بعد با هم میرن یه بار تصمیم میگیرن جشن بگیرن و خوش بگذرونن. یعنی انگار نه انگار که قتل انجام داده بودن، اصلا براشون مهم نبود، داشتن به زندگی عادیشون ادامه میدادن. فرداش پلیس جسد تروی رو پیدا میکنه و تحقیقات شروع میشه. 20 تا ضربه چاقو روی جسد بود، آثاری روی کتف و گردنش پیدا کردن، یک کابل نزدیک جسد پیدا میکنن و همچنین گوشی تروی رو هم پیدا میکنن. وقتی تماساشو بررسی میکنن میبینن 2 تا تماس آخرش با یه شماره است و وقتی شماره رو بررسی میکنن میرسن به میراندا باربور. بعدم میراندا رو میگیرن میبرن اداره پلیس و ازش بازجویی میکنن. تو بازجویی‌ها یه توضیحاتی در مورد تروی بهش میدن، بعدم میگن شماره تو آخرین تماس گوشی تروی بوده و باید به همون ثابت کنی که کارتون. و بعدم ازش 2 تا سوال میپرسن، میگن که آیا دخالتی داشتی تو مرگ تروی یا اطلاعاتی داری در این باره به همون بدی، که میراندا فقط میگه نه. پلیس تو طی تحقیقات متوجه میشه که تروی از اون دسته آدمایی بوده که تو سایت‌های مختلف همیشه داشته دنبال خانوم میگشته برای رابطه. و وقتی در این باره به میراندا میگن، اون میگه که آره قرار بوده تروی رو ببینه ولی خب هیچ وقت نرفته سر قرار. میراندا فکر میکنه اونجا پلیس حرفاش رو قبول کرده ولی خب پلیس خیلی بهش مشکوکه، به رفتارش، به زبان بدنش، به کلمه‌هایی که داره استفاده میکنه، به نوع حرف زدنش، که یه دفعه میراندا برای اینکه حس ترحم و دلسوزی پلیس رو به دست بیاره میگه که من الان باید برم چون یه بچه کوچیک دارم، باید برم بچه‌مو ببینم. و پلیس اونجا بهش میگه خب ما باید قاتل رو پیدا کنیم و بهش میگن تو آخرین نفری بودی که تروی باهات تماس گرفته. بعدم ازش میخوان که گوشیشو بهشون بده ولی خب میراندا اونجا یکم مقاومت میکنه، میگه که من تازه ازدواج کردم، چرا میخواین زندگیمو خراب کنید. بعدم میگه هیچ وقت این مرد رو اصلا ندیده ولی خب پلیس میگه چرا آخرین تماسش با تو بوده. اونجا یکم مقاومت میکنه، یکم سر و صدا میکنه، برای همین پلیس بیشتر بهش شک میکنه. بعدم پلیس میگه بذار زنگ بزنیم شوهرش بیاد ببینیم اون چی میدونه. وقتی الیت میاد اونجا قضیه رو بهش میگن، میگه که آره میراندا از این کارا میکرده ولی خب هیچ وقت سر قرار نمیرفته. پلیس هیچ مدرک علیه میراندا و الیت نداره
برای همین هر دوتاشون رو ول میکنن که برن، با اینکه بهشون مشکوکن. اونا برمیگردن خونه همون دوستشون که گفتم اومدن تو پنسیلوانیا دارن خونه اون زندگی میکنن، یه خانومه به اسم شای. میرن اونجا، یه چند روزی که میگذره میراندا و الیت و شای نشسته بودن داشتن ستایی با هم حرف میزدن که یه دفعه میراندا میگه من یه مردو با چاقو کشتم، حالا نمیدونم مست بودن چت بودن چه حالی داشتن. این دوستش هم بهش میگه که تو باید بری خودتو به پلیس معرفی کنی. میراندا فوراً قبول میکنه، بازم نمیدونم چرا. میره حدوداً ساعت 4 صبح اداره پلیس، ولی خب بازم حقیقتو نمیگه. فقط میگه ترویو دیده، تروی سوار ماشین اون شده، ولی خب بعد بهش حمله کرده، اونم در دفاع از خودش تروی رو کشته. پلیس اونجا یه فیلم از دوربینای مداربسته به دستش میرسه که نشون میده الیت و میراندا با هم تو اون ماشین بودن. برای همین حدس میزنن شاید الیت هم تو اون تایمی که تروی سوار ماشین شده تو ماشین بوده. اینو به الیت میگن. الیت هم اونجا یه سیگار روشن میکنه، شروع میکنه کشیدن و میگه این آخرین سیگاریه که من دارم به عنوان یه مرد آزاد میکشم. پلیس اونجا یکم شوکه میشه، میگه این چه حرفیه این داره میزنه. نمیدونستن چون اصل داستان چیه، داشتن اون داستانی که میراندا بهشون گفته بود رو باور میکردن. و در نهایت الیت شروع میکنه اعتراف کردن، میگه که تروی هدفش فقط رابطه جنسی بوده و ما هدفمون چیز دیگه ای بوده. و اینجا پلیس میفهمه که این یه قتل عمد بوده. بعدم از الیت میخوان که جزئیات بیشتری از این قتل بهشون بده. اونم خیلی سرد شروع میکنه تعریف کردن. توی این فیلم هم داره میگه که چجوری ترویو با طناب خفه کرده و بعدم در مورد اون غذایی که خوردن حرف میزنه که خیلی غذای خوشمزه‌ای بود. هم میراندا هم الیت دستگیر میشن، ولی خب پلیس هنوز انگیزه واقعیشون رو از قتل نفهمیده، ولی چون کیف پول تروی رو دزدیده بودن انگیزه رو مالی در نظر میگیرن و چون قتل درجه 1 انجام داده بودن میخواستن بهشون حکم اعدام بدن. اگر یادتون باشه گفتم بهتون که میراندا عاشق توجه بود. بعد اینکه دستگیر میشه، درسته خبرش خیلی رسانه‌ای میشه، ولی خب خودش هم با یه خبرنگار ترتیب یه مصاحبه رو میده. تو اون مصاحبه میگه که یه قاتل زنجیره‌ایه تا حالا 22 نفر رو کشته. همینجوری هم این خبر خیلی رسانه‌ای شده بود، سرتیتر همه اخبار این قتل بود، همین که قاتلی خانوم بود، همین که حرف از یه فرقه شیطانی در میون بود. و حالا با این حرفای میراندا خیلی بیشتر از قبل به این پرونده توجه میشه. اینم بهتون بگم که هیچ مدرکی در مورد این حرفایی که میراندا داره میزنه نیست. تو مصاحبهش میراندا میگه از 12 سالگی وارد یه فرقه شدم، بعد اون شروع به مصرف مواد کردم، مدرسه رو کنار گذاشتم و میگه همیشه احساس میکردم یه چیزی در من وجود داره که اگه از کنترل خارج بشه خیلی بد میشه. و میگه این اولین بارم نبود که آدم کشتم، تا حالا آدم زیاد کشتم. و میگه وقتی که تعداد قتلام به 22 تا رسید شمارش رو متوقف کردم. یعنی اگه 22 نفر رو تا حالا کشته باشه، یکی از پرکارترین قاتلای زنجیره‌ای خانوم تاریخ مدرن ایالات متحده است. و میگه کشتن رو فارست رهبر همون فرقه بهش یاد داده، که اون بهش کمک کرده که اولین قتلش رو انجام بده. وقتی ازش میپرسن همه قتلا رو با چاقو انجام دادی، میگه نه. میگه اولین بار وقتی حدوداً 13 سالش بود با یه مرد سر یه مقدار پول توافق کرده بودن و رفتن داخل یه کوچه برای سکس. رهبر همون فرقه یعنی فارست رفته دنبالشون و با اسلحه به مرد شلیک کرده. بعدم رفته جلو، اسلحه رو داده دست میراندا، بهش گفته کارو تموم کن. میراندا میگه اونجا نمیدونسته باید چی کار کنه. فارست اومده دستش رو گرفته، با همدیگه دستشون رو گذاشتن روی اسلحه و ماشه رو کشیدن. بعدها یه کشیش میره توی زندان و میگه با وجود اینکه میراندا میگه شیطان پرسته، هیچ کدوم از اعتقادات شیطان پرستی رو منعکس نمیکنه. در مورد محل اجسادم میراندا میگه همه امریکا، یعنی آلاسکا، کالیفرنیا، تگزاس، فلوریدا، و میگه اون کسایی رو کشته که آدمهای بدی بودن و سزاوار مرگ بودن. تروی رو هم میگه به این خاطر کشته چون بهش گفته 16 سالشه، حالا بیبی فیس بوده. تروی هم باور کرده و اصلاً براش مهم نبوده که با یه دختر زیر سن قانونی داره رابطه برقرار میکنه. وقتی با الیت هم در این باره حرف میزنن که میگن میراندا این حرفا رو زده، الیت هم تایید میکنه،
میگه خب شاید راست گفته، چون به هر حال اون عضو یه فرقه شیطان پرستی بوده، ممکنه که اون تسخیر شده باشه و کارا رو اونی که تسخیرش کرده انجام داده باشه بدون اینکه میراندا خودش بخواد. چون 2 نفر داشتن همچین حرفایی میزدن، FBI هم وارد پرونده میشه تا ببینه که اصلا همچین چیزی صحت داره یا نه. ولی به نظر من که اینجوری نیستش، چون میراندا اومد یه نفر رو کش، فرداش جسد پیدا شد، بعدم دستگیر شد. چجوری ممکنه 22 نفر رو کشته باشه، نه پلیس نه FBI هیچ ردی ازش پیدا نکنن؟ خب اگر میتونست اینجوری قتل انجام بده، در مورد تروی هم همون کار رو انجام میداد. و در نهایت پلیس هیچ مدرکی پیدا نمیکنه که نشون بده میراندا قاتل زنجیره‌ایه. مامان و باباش هم بعدها میگن میراندا اصلا قاتل سریالی نیست، فقط دنبال توجه و یه آدم دروغگوه. بعد همه این قضایا بالاخره الیت و میراندا برای قتل تروی دادگاهی میشن و خب قبل اینکه اعتراف کنن اومده بودن با پلیس معامله کرده بودن، گفته بودن در ازای اعتراف به قتل تروی باید به قتل درجه 1 متهم نشن، به قتل درجه 2 متهم بشن برای اینکه اعدام نگیرن و در نهایت حکمشون هم میشه حبس ابد. تو سال 2014 اشلی خواهر میراندا و الیزابت مادر میراندا تو همون برنامه دکتر فیل هم شرکت میکنن. تو سال 2016 مامان میراندا یعنی الیزابت خودکشی میکنه و خود میراندا هم درخواست طلاق میده. اونجا یه مصاحبه انجام میده، میگه که اصلا این کارا رو کرده که دستگیر بشه برای اینکه دخترش به فرزندی قبول بشه، تحت مراقبت قرار بگیره و یه زندگی بهتر داشته باشه. تو سال 2018 میاد میگه اصلا اون قاتل زنجیره‌ای نیست، همه حرفایی که تا الان گفته دروغه. یعنی تا الان هممون رو ایسکا کرده بود. بعدم درخواست میده که تو حکمش تجدید نظر بشه و مدت زندانش یکم کم بشه، چون میگه اتفاقایی که تو زندگی براش افتاده باعث شده که اون قاتل بشه و میگه اون مسئول همه اون اتفاقات نیست. ولی خب درخواستش رد میشه و هنوز تو زندانه. الیت هم هنوز تو زندانه. اینم بگم که چرت گفته در مورد اینکه این کارو کردم دستگیر بشم تا بچم تحت سرپرستی قرار بگیره، چون اگه این کارو هم انجام نمیداد میشد که بچهش تحت سرپرستی قرار بگیره. و در نهایت برای من که انگیزشون مشخص نشد که چرا این قتل رو انجام دادن. اگر برای شما مشخص شده تو کامنت ها حتما بهم بگید. خب بچه‌ها اینم از یه پرونده دیگه. مرسی که تا الان همراه بودید. حمایت یادتون نره. تو ویدیوهای بعدی میبینمتون.